شما الکی دیدید که ما برای انتخابات آینده چی شعار انتخاب کردیم؟ شعار ما برای تاجیکستان و تاجیکستان برای همه. این شعار تصادفی انتخاب نشده است. ما تلاش کردیم که در این جمله کوتاه تمام آرمان، برنامه و هدف خود را بگنجانیم. وقتی که یک نهضتی میگوید که ما برای تاجیکستان، معنیش این است که هر کدام ما باید آماده آن باشیم که جان و تن و کار و افکار خود را فدای تاجیکستان کنیم. من مطمئنم که همه شهروندان تاجیکستان نوابسته از حزب و حرکتشان این عقیده را دارند، ولی ما نهضتی‌ها باید که در صف پیش باشیم و اثبات کنیم که واقعا برای تاجیکستان ارزی وجود کرده ایستادیم. وگرنه هر کدام شما اگر برای پول و مال و ثروت میشد، حتما حزب نهضت رو انتخاب نمیکردید. حزب نهضت آمدید میدانید که از مالتون جدا میشید. حزب نهضت آمدید میدانید که فشار میدهند، میدانید که منصب نمیدهند، ولی به خاطر ملت، دولت و به خاطر تاجیکستان آمدید عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شدید که بدانند همه که در تاجیکستان هستند نیروها و گروهایی که حرف خودشان را دارند و این جسارت را دارند که بیان عضو یک حزب اپوزیسیونی شوند. اما قسمت دوم شعار که تاجیکستان برای همه، اینش مهمتر است. قسمت دوم شعار از اولش اهمیتش بیشتر است. ما برای تاجیکستانیم، ولی تاجیکستانی باشد که برای همه، مال همه باشد، فقط مال یک گروه پیروز نه. تاجیکستان برای همه فرزندانش، برای همه ساکنانش، برای همه شهروندانش، صرف نظر از دینش، بیدینیش، جنسش، زبانش، ملتش، جای تولدش، جای کارش، هر یک شهروند تاجیکستان احساس کند که این وطن اوست، مادر اوست، خانه اوست. برای آنکه این احساس را داشته باشد، هر یک تاجیکستانی البته چه خیلی که فرزند از مادرش این انتظاری را دارد که مادر باید همه فرزندان را یک خیل مناسبت کند، سری همه را برابر سیله کند. اگر جزا دادنی است، مبادا کودک یا فرزند یگان اشتباهی کرد، جزای عادلانه و برابر به همه فرزندان بدهد. فرزند ارکه در نزد مادر وطن نباید باشد. در وطنداری برخلاف عائله‌داری فرزند اوگی نیست. در خانواده گاه گاه می شود این حالت ها، ولی در وطنداری فرزند اوگی نباید وجود داشته باشد. وقتی ما میگیم که تاجیکستان برای همه، اگر خداوند پیروزی را نصیب کرد که انشاءالله دیر یا زود این پیروزی نصیب مردم خواهد شد، اگر که پیروزی را نصیب کرد، باید وطنی را بسازید که در آن همه انسان ها، همه شهروندان احساس کنند که این وطن برای همه آنها است.